لگور او دکومنت و بلگین به دست انارتی کتنه نیزوک 17 میلیون دلار جپارین شیرینیا گربستن پترول جبو قرابو کرنا قربانیان شر نوخونی هاتنه ترخان کرن. لی پشکک جمالبات قربانیان ده بیجن تو پاره ور نگرتنه. لگور راپورت دارایی وزارت سامانیان خزایی حکومت حریم کردستان ده سال 2013 دا قاسی 16 میلیون و 949 هزار و 43 دلار جپارین پترول جبو قرابو کرنا قربانیان شر نوخونی سال 90 ترخان کرنه. در راپورت دا آماجه به تو هردکاری و چوانیا دابش کردن و صرف کردن پاران نهاتیه کرن. تنی آماجه به شاندن پاران جبو وزارت دارایی هاتیه کرن. در سال نوتی دا پارتین سیاسی حریم کردستان چند جاره که شر ناخوی انجام دن که خویاترین شر وان یکیتی و تفگر اسلامی، پارتی و یکیتی، پارتی و حزب سوسیالیست، یکیتی و پککه، پارتی و پککه. دوان شران دانیزی که 30,000 کشتی و به 10,000 بریندار بون و به هزاران مالوات به مال و حال بون. لگوری شوپاندنا این آرتی درکت که جدایی هاتیه کرن ده قرابو کرنا قربانیان شر نوخوی دا و بشک جمالبات کشتیان هاتنا قرابو کرن و هندک جی نه هاتنا قرابو کرن. این آرتی ده زنجیره راپورت که دا به کوملک بلگنامه دهاتین پترول آوایی صرف کرناوان و دیار نمانا بشک جوان دهاتان بلاو دکه که دهاتین شیرینیا پترول و گریبستین پترول به 12 حتی 15 میلیارد دلار تینه تخمین کرن.